جایگاهی که الان شما هستید که تصمیم گرفتی که از این رنج خودتو رها کنی رو 99% انسان‌های روی کره زمین اجازهشو ندارن. یعنی روحشون انقدر آلوده است که کارما این اجازه رو نمیده که اینا در مسیر آگاهی حرکت کنن. اینجوری نیست که رنج همه رو بیدار کنه. طرف رنج داره کارتون خواب میشه، یه عمری تا آخر عمرش تو کنار جوب میخوابه، آخرش هم میمیره، اصلا فکرش نمیرسه که بیاد رو مسیر رو آگاهیش کار کنه. چرا؟ چون انقدر کارماهای سنگینی تو زندگی‌های گذشته‌اش داشته که کارما این اجازه رو بهش نمیده که این بیاد تو مسیر آگاهی حرکت کنه. اگر شما این اجازه رو پیدا کردی که بیای تو مسیر آگاهی بر خودت کار کنی، بدون که روحت خیلی روح بزرگیه، چون تو فقط این اجازه رو پیدا کردی که توی مسیر حرکت کنی. خیلی حتی اجازه این رو پیدا نمی‌کنن که توی مسیر حرکت کنن. داریم می‌بینیم دیگه 99% آدما دارن تو رنج غلط میزنن، ولی اصلا طرف به فکرش هم نمیرسه که من میتونم رو خودم رو آگاهیم کار کنم از این رنج رها بشم. چون جهان اجازه، چون کارما این اجازه رو بهش نمیده، چون روحش خیلی آلوده. این باید این زندگی رو اینجوری طی کنه تا یه درسی از این زندگی یاد بگیره، شاید زندگی‌های بعدیش کارما این اجازه رو بهش بده. اگر به شما این اجازه داده شده، خیلی روح بزرگی داری و به خودت ببال که این اجازه رو خداوند یا جهان یا کارما، حالا هر اسمی میخوای بذاریش مهم نیست، تو این اجازه رو پیدا کردی که بتونی تو این مسیر حرکت کنی.